وقتی که شب کردی منتظر صبح نباش، منتظر فردا نباش. به دنیا دل نبندی، به دنیا دل نبند. دنیا محل و جایگاه همیشگی ما و شما نیست. از دنیا فقط به خاطر ساختن آخرت ما. اگر کسی زحمت میکشه، خانه میسازه، موتر میگیره، اسباب و ابزار زندگی میسازه، از راه حلال نوش جانش هنوز ثواب است که از راه حلال به دست آورده، پس بر راه حلال مصرف میکنه، هیچ مشکل نداره. مشکل زمان است که ما دنیا را به دست بیاریم، از ذکر و یاد و از آخرت غفلت بورزیم. اینجا باز تباهی و فساد انسان شروع میشه. الله سبحانه و تعالی به ما و شما توفیق نصیب بگردانه که از تک تک لحظات زندگی ما درست استفاده بکنیم. اگر در زندگی ما تجارت داریم، بازرگانی داریم، درس خواندن داریم، برنامه علمی داریم، برنامه کمک داریم، هر برنامه‌ای که در زندگی ما داریم، خلاصه به نحو از آنها الله سبحانه و تعالی به ما توفیق نصیب بگردانه که خاص به خاطر خودش باشه و اینمی اعمال ما و شما در روز آخرت به درد ما بخوره. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.